محمود جان فیضرحمانوف، مسئول دفتر روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان، از بازداشت مادر 63 ساله‌اش و تقاوم پسر عمه‌اش در صحیفه توییتری و فیسبوکی خود خبر داد. رهبر دفتر روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان در صحیفه توییتریش نوشته است: مادر 63 ساله هم همراه با تقا و پسر عمه‌ام صبح امروز در ناحیه جیهون از طرف کمیته امنیتی ملی تاجیکستان بازداشت شدند. حالا محمود جان فیضرحمانوف عین حال در خط علاقه با ما هستند. اگر می گفتید که تا حال یگان معلومات برایتان در این باره دسترس شده است؟ امروز به ما خبر رسید که صبح امروز مادر بزرگوار که 63 سال عمر دارند و گرفتاری مرض قلبی هستند، اون همراهی تقایم و یکی از خویشاوندان دیگر هم بازداشت کردند و در در دفتر کمیته امنیتی ملی در ناحیه قمسنگی که اون زادگاه ما هست، اونجا حدود 4 ساعت اون معلومات در دست ما رسید 4 ساعت بازداشت کردن ولی تا حال هیچ خبری از اون نشد. ما بعد خبرهای بازداشت خویشاوندان فعالان و شرکت کنندگان در همین کنفرانس سه، خویشاوندان اونها هم زیر فشار قرار گرفتن، از جمله خواهر کلانی استاد محیدین کبیری نیز مورد فشار قرار گرفت و داملای اسلام الدین برادر جنت الله کامل و دیگر فعالانی که در رفت کنفرانس سه فعال بودند، خویشاوندان آنها را مقامات تاجیکستان به خصوص مقامات امنیتی تاجیکستان زیر فشار و بازجویی قرار داده است و این همش دلالت به این میکند که تیمی که از تاجیکستان به اینجا فرستاده شد و تیمی که با همراهی اون به نام جامعه شهروندی که به اینجا فرستاده شد و هدفشان مهار کردن و روی سرخ برگشتن بود، وقتی که آنها ناکام شدند، در ما و شما که در این روزهای اخیر کنفرانسی سه قرار داریم، اونها دیگر مجبور شدند وقتی که ناکام شدن مجبور شدند از دیگر کارها، از دیگر راهها، از طریق فشار بالای خانواده ها این مغلوبیت خود، این شکست خود را تا حد جبران کنند. تشکر به شما. دعا میکنیم که همه گرفتاران به دست ظالمان را الله مهربان نجات دهد. مادر محمود جان فیضرحمانوف، مثنوی خان فیضرحمانوف، بار اول نیست که از طرف مقامات امنیتی تاجیکستان مورد فشار و شکنجه روانی قرار میگیرد. او قبلا هم چند بار با همین اصول بازداشت یا برای بازپرسی دعوت شده بود. بعد یکی از شکنجه های کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، مثنوی خان فیضرحمانوف به فشار بلند خون بستری گشته بود. فعالان دیگری پیمان ملی و دیگر گروه های مخالف نیز از چنین فشارها بالای خانواده‌اشان خبر می‌دهند.